اندیشه من اندیشه شماری زیادی ساکنان شهر اصفهان است. همه ساکنان قریب که میدانند که نهضتی ها از اول چه کارهایی به جا آوردند. مضمون کارهاشون از چه عبارت بود؟ نقشه هاشون نقشه های مثلا چگونگی بود؟ برای پیشرفت جامعه بود یا تنها برای منفعت پیشبردی او نقشه چاربینی خودشون بود؟ خب از اون خصوصیت که اون بار کج به منزل نمی رسد، آنها به منزل خود رسیدن نتوانستند. چون که ساختکاری، زیادگویی، از پشه فیل ساختن، آنها سیاست شخصی خود داشتند. سیاست تنها همون نهضتی خود داشتن، بازی های پردگی پس پردگی خود داشتن. یعنی که این اما کدام وقت به پس پردگی میشه؟ اونها نادان بودن واقعا. چهره اصلیشون معین گردید و نهایت شکست خوردن. امروز مثلا اونها اکثریت اونها در اروپا ایستاده، با از اروپا صدا بلند میکنن. ما شخصا من که با اینترنت قدر شوق و هوس ندارم، از گفته بعضی مثل همکاران جوانان معلوم است که آنها میخواهند که جامعه آرام و آسوده مثلا یعنی که با بشکستی دوباره به میان آرن. من گفتنی همچون مادر که این عملهای آنها نیست موقتی است و اگرچندی که آنها دین دارن با دین واقعی موافقت نمی کنند. غیبت حرام، غیبت رو استفاده میبرن به شاهی. دروغ گناه است. خداوند گفت که در مثلا در چند جای مثلا آیه ربانی آمد، خداوند هرگز نمیبخشد دروغگو، منافق، تهمتگر، خوب ساختکار، خوب این ناتوان بینی، غرض جویی نمیبخشد. اما لکه این نهضتی ها این خصلت داشتن، خصلت روشنی آنها و مادرزادی آنها در اون عملهایشون، در فعالیتاشون، یعنی که خودش معلوم و آشکار بود. انا شکست آنها برای همین به وجود آمد.